ژورنالیستان به سبب فشار مقامات تاجیکستان را ترک کردند. این نکته در نشست بخشیده به روز آزادی بیان 3 می در شهر دوشنبه بیان شد. انجمن با عنوان ژورنالیست در یک تحقیق خود مشخص کرده است که میان 5 عامل مهاجرت روزنامه‌نگاران فشار مقامات در زینه اول است. فشار مقامات، دوم موجود نبودن آزادی بیان، در اینجا داخل میشد خودسانسوری ژورنالیستان است، دستگیری نشدن ژورنالیستان از جانب صاحب رسانه‌ها و تشکیلات‌های حفظ حقوق، نبودن اینستیتوت یگانه حمایت ژورنالیستان و چیزی از همه فکر میکنم این هم خیلی مهم است، معاش پست. ژورنالیستان مهاجری تاجیک وجه‌های خود را به این سازمان کتبی فرستادند که مهیان ناظیموو در نشست یکی از آن را قرائت کرد. آن را فرانگیز نبیو یکی از خبرنگاران تاجیک که فعلا در اروپا به سر میبرد فرستاده است. وقتی احساس میکنی که همه چیز به بازی روسیا کنی تبدیل یافته است، وقتی میبینی که همراهی نمانده است، وقتی ژورنالیستیک را به میدان فحش و غیبت تبدیل میدهند، وقتی کاری رسانه‌های خصوصی زیر نظارت مقامات قرار میگیرد، دیگر معنی ندارد از آزادی سخن حرف زدن. برخی از اشتراکداران این نشست که رهبران رسانه‌های مستقل بودند به حقیقت بودن این ادعا شبهه کردند و باوری آنها برخی از ژورنالیستان برای دریافت کار و زندگی بهتر خود را به اروپا رساندند. معلومه که همین روزنامه‌نگارایی هم که اکثریتش از تاجیکستان امروز به عنوان مهاجر یا که پناهنده رفتن، اکثریتش در جستجوی همین کار رفتن، مثل همون بیش از حدود 1 میلیون نفری که برای قوت لایموت در کشوری اساساً روسیه زحمت میکشند. سال گذشته برای اولین بار این رقم از زبان برخی از کارشناسان صدا داده بود که تا 10 ژورنالیست تاجیک کشور را ترک کرده در اروپا پناهنده شدند. سازمان‌های محقق وضع ژورنالیستان میگویند برخی ژورنالیستانی که احساس میکنند در شرایط کنونی تاجیکستان در امر اجرای رسالت‌های خود دست کوتاهند یا نمیتوانند حقیقت حال را آشکار و بی‌پرده بگویند، ترک کسب میکنند. از نظر این سازمان‌ها در ژورنالیستیک تاجیک دیگر گوناگون سیاسی نمانده است و رسانه‌ها به خودسانسوری گذاشتند. محدود شدن پلورالیسم عقاید در فضای اطلاعاتی تاجیکستان است که البته باز هم سبب‌های دیگری ابجکتیوی سوبجکتیو دارد و یکی از سبب‌های ابجکتیوی این کم شدن موادهای تحلیلی و تنقیدی که پیشتر در موضوعی مبرم زیادتر بودند. البته باز هم گفتم که خودسانسوری میان ژورنالیستان هست، خودسانسوری میان صاحب رسانه ها هست که از بیزنس خودشون خواطر میشوند و همزمان عامل دیگر نیز صرف نظر نباید کنیم، این پس بودن یا که ناکفایه بودن معرفت حقوقی آنهایی که با این گونه قضیه ها دچار میشوند. نان اسمیت در سال 2013 10 قضیه دادگاهی را با اشتراک نمایندگان رسانه ها به قید گرفته است. سال 2014 7 قضیه، سال 2015 6 و در سالهای 2016-2017 3 قضیه دادگاهی مربوط به روزنامه‌نگاران پیگیری شدند. از 9 حصه آنها به به فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران وابسته بوده، تنها یک حصه زمینه آنها زمینه دیگری مناسبت ها را دارد. ولی سبب این کاهش هم در آن است که ژورنالیستان به گفته او نظر به 5 و 10 سال پیش از مطرح شدن مسائل داغ و انتقادی خودداری میکنند.